من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج است، ناامنی است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات میتواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیاورد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات میتواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کند.